فرق داره. اینجا محله‌های فقیرنشینه با کوچه‌های تنگ و خونه‌های قدیمی. لازم نیست برام توضیح بدی. من توی یکی از همین محله‌ها به دنیا آمدم. همینجاها هم بزرگ شدم. خیلی هم دوست دارم که دوباره به یکی از اونا برگردم و یاد بچگی‌ها بیفتم. آره، بچگی هم عالمی داشت. آره، اون موقع‌ها دوست و رفیق زیاد داشتم. یه گله بودیم که هیچ کس حریفمون نبود. محله رو سرمون می‌ذاشتیم. همه کوچه‌ها قلمروی ما بود. همیشه زنگ در خونه‌ها رو می‌زدیم و فرار می‌کردیم. یه روز بالاخره یکی از صاحبخونه‌ها دنبالمون دوید و منو با یکی دیگه از بچه‌ها رو گرفت. ما رو برد توی زیرزمین خونه‌اش حبس کرد. بعدم فرستاد دنبال مادرمون. هر کاری کردیم از اون تو فرار کنیم، نشد که نشد. از کجا حدس می‌زدی؟ تو که هنوز منو نمی‌شناسی. همینطوری. چطور شد که خلبان نشدی؟ چه میدونم، نشد دیگه. خودم هم نفهمیدم چرا. شاید تعجب کنم، اما هنوز خودم هم باورم نمیشه. چطور؟ من 41 سالمه، زن دارم، 13 سالم سابقه خدمت. اصلا نفهمیدم کی این اتفاقات افتاد. زندگی زود میگذره. آره، خیلی زود میگذره. با 1000 آرزو شروع میکنی اما تو اولیش تلپ با. پدرم آرزو داشت که من براش خونه بخرم. همیشه میگفت دوست داره تو خونه خودش بمیره. بالاخره خونه براش خریدی؟ نه، تو خونه اجاره ای مرد.